Assalomu alaykum Abdulloh, aka barakatuh. alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz شما درست ناویتان ازم. Alhamdulillah. دو سوال داشتم. Farma. یکیش تراویح و ختم اشتراک میکنیم. از تلفن قرآن کشاده قاری رو خط بردن قرآن به نگاه کردن ممکن میونه. Akon agar همین کارتون به خشوع و خضوع یاری میکرده باشد، مقصد الله تعالی ثنا گفته است به آنهایی که در نمازشون با ترس، با حسیات این که در پیشگاه الله تعالی ایستادی‌اند می ایستد، این به اینها ثنا گفته است. الله تعالی میگه که قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعین. در حقیقت نجات یافتن مؤمن ها، آنهایی که در نمازشان با خشوع می ایستند. با خشوع چیست؟ یعنی ترس. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. در حقیقت نجات یافت آنهایی که در نمازشان با خشوع می ایستند. یعنی گویا که الله تعالی را دیده ایستاده است، یا اینکه فکر میکند که الله تعالی او را دیده ایستاده است، به همین طرز باید نماز خواند. اگر رفت و قرآن از تلفنتون کشاده نگاه کردن برای همین کار برای شما یاری رساند، بله، لیکن اصل آدم باید امام گوش کند. یعنی تلفن مشغول کننده هست و عملی بسیار میشد. قبل مان بردار، وقتی رکوع کجا میمونید، عملهای بیرون از نماز اجرا میکنید. بهترش این کارو نکردن و با دقت به قرائت امام گوش کردن. لیکن جا اگر ضرورت باشد مصحفای کلان است کشاده میمونید، در روبروتون می ایستد، اونا مثلا 2 صفحه کشاده میمونید به 2 رکعت میرسد مثال، اوناش بهتر است. لیکن حرکت کنید اصلا آدم در وقت نماز و سجدگاه نگاه کند و به قرائت امام گوش اندازد. یعنی این کارم 100% ممنوع نیست، لیکن بهترش گوش انداختن به قرائت امام بهتر است.